از دوستانی نامکی دل مانده‌ام دل مانده‌ام از وعده های خامکی دل مانده‌ام دل مانده‌ام از وعده های خامکی دل مانده‌ام دل مانده‌ام یادی چراغ میکنم یار سراغ میکنم روشن دلا از تاریکی دل مانده‌ام دل مانده‌ام روشن دلا از تاریکی دل مانده‌ام دل مانده‌ام خارن اهلی فهم و فن والا همه زاغ و زغن از عاقلی و زیرکی دل مانده‌ام دل مانده‌ام سالارها به همتن ارزانها هم قیمتن از پیر و هم از پیرکی دل مانده‌ام دل مانده‌ام از پیر و هم از پیرکی دل مانده‌ام دل مانده‌ام همرشگی آخر کجاست هم پیشگی گمنام چراست از ظلمی به ایامکی دل مانده‌ام دل مانده‌ام آینده ها را نک بین فرهاد نکی را گزین از نقشه های دامکی دل مانده‌ام دل مانده‌ام از نقشه های دامکی دل مانده‌ام دل مانده‌ام از دوستانی نامکی دل مانده‌ام دل مانده‌ام از وعده های خامکی دل مانده‌ام دل مانده‌ام دل مانده‌ام دل مانده‌ام دل مانده‌ام دل مانده‌ام سلامت باشید. بسیار سپاس میگویم به شما و عزیزان دل. برنامه فضا از روشنی بخش خاندان شما. یک درود گرم شامگاهی نثارتان. امیدوار هستیم که خوب و با عزت و تنصیحت باشید هموطنان بسیار هم عزتمند. چون همیشگی ما نیز در برنامه مهمان داریم عزیزان و مهمان برنامه ما هستند هنرمند مشهور و آوازه‌دار ارکی نادینیف با دسته هنریشان که خیر مقدم میگویم شما. حضور دارند در کنار من شاعر آذری عارف که شما را هم
خیر مقدم میگویم. تشکر که به برنامه فضا آمدید. فرصتی است که به مخلصان و به هموطنان عزیز سلام و پیغام و پیام احترام خویش را برسانید. مرحمت خواهش میکنم. از شما شروع میکنیم. سپاسگزارم. با مصرع‌های شعری آغاز میکنم. گفتنی هستم که ای دوست کجایی با هم آییم، بیگانه مشو که آشناییم. درهای محبت و وفا را با مهر بروی هم کشاییم. یک لحظه شمار فرصت عمر، دانی که چگونه بی‌بهاییم. در بزم سخنسرای قسمت افتاده ز پای تا سراییم. آواز شکایت از نیستان بشنیده حکایت نماییم. پرواز بلند وحدت آموز با بال کشاده و سماییم. در انجمن وطن سرایان مهر دل دوستان فزاییم. مقصود دل سخنور آزر درد دل خویش را دواییم. خدا کند که همه وقت درد دل خویش با درد دل یار دوستان، درد دل مردم شریف تاجیکستان با همه وقت دوا باشیم، دویم با هم باشیم. سلامت باشید. مرحمت ارکین ادنیف، شما هم یک سلام گرم بگویید. سلام و درود به همه هموطنان عزیز. ما حرکت میکنیم که چی آهنگای نو، چی سرودهای نو که باشد تنها برای شما پیشنهاد کنیم. در مورد فعالیت ایجادیتان حرف بزنید که چگونه توانستید که خیلی بزودی در میدان هنر نام پیدا کنید؟ چگونه توانستید که در این میدان واقعا هم پر از زحمت و پر از کشمکش ها ترانه های خوب ایجاد کنید؟ راستی ما خیلی حرکت کردیم که فقط غزل سرودهای به معنی خودم که فقط به گوش خلق جو شود. حرکت کردم چیزی بلند خونم برای دوست، برای پدر، برای مادر، برای وطن عزیزمون. خب چی میبخشد وقتی که یک ترانه خوب میسراید اول به خود هنرمند؟ راستی اول من کتاب رو میگیرم، ورق میگردونم، اون چیزی که در خودم معقول شد اول یک بار میخونم، با موسیقی میخونم، میبینم که خودم با معقول بود. شاعر رو هستن، استاد هستن، یک بار پیشونا میگذارم، میگم که استاد من همیشه من آهنگ ماندن یک بار گوش کنید، ببینید اگر معقول باشد. یک بار به خودم گوش میکنم، میگم بهش اجازت که گرفتم خوندن میگیرم. خب از استادان سخن کردید، با کی همکاری دارید و بیشتر دعای کی رو در این سمت در این جاده گرفتید؟ در جاده صنعت باور کنید دعای تمامی پیره کار من گرفتگی هستم. دعای استاد جوربک مرادوف، دعای استاد رحمتی ظفر نازیموف، از همشون راستی گپ دعا گرفتگی هستم. بله. خب با آهنگسازان با کی همکاری دارید؟ چگونه یک ترانه رو روی کار میارید؟ از مشقت هاشون حرف بزنید. با آهنگسازها راستی سر کار ندارم. خودتون آهنگ میسازید؟ آهنگ رو خودم میسازم. وقتی فخرالدین قطعی کار میکنیم، مختار جان قطعی کار میکنیم، بختیاری بیگی جان قطعی، حسن حسین جان قطعی، همین کار میکنیم. اگر چی معقول شد فکری فخرالدین هم میگیریم، مثال فکری بختیار جان هم میگیریم، فکری همین فکری همدیگه رو وقتی کار میکنیم. یعنی که با دسته هنری بیشتر همکاری دارید در مورد آهنگ ساختن؟ بله. یک ترانه رو چند روز آماده میسازید؟ من چقدر که خود حاضر دیده یک ترانه مثال حاضر 2 مینوت 3 مینوت با آهنگ مونده از آن استاد. بسیار خوب. الحال یک ترانه که از کتاب مهربان. از کتاب بله. بله بسیار خوب. خب سپاس میگویم به شما. استاد آذر عارف، شما هم از فعالیتتان حرف بزنید که چگونه است و امروز خوشبختانه با برنامه ما یک مجموعه نو آوردید با نام مهربان. خوب از کار و از ایجاد کمک قصه کنید. خوشبختانه من که خود استاد دانشگاه آموزگاری هستم. سالیان زیاد در دانشگاه آموزگاری فعالیت نمودم، سالیان زیاد در دانشکده صنعت، مدت زیادی همچون به حیث دیرکتور مکتب موسیقی هم کار کردم. خوشبختانه در مدت چند سال فعالیت کاریم 3 مجموعه شعرها با نام مهر پیوند، درخش مهر و خوشبختانه من این مهرباران به تازگی ایجاد شد. خدا کند که حیات همه وقت پر از مهر شاده باشد. بله بله. برای انسان، برای هر یک فردی که در جامعه در حیات هست همه وقت مهر، سرشار مهر محبت باشد. منم خواهان آن هستم که همه وقت ما دائما با چشم مهر به هم نگریم. بله بسیار خوب. و
چی وادار ساخت که هر سه مجموعه را گمانم که با یک عباره فقط رنگین نامگذاری کرد؟ مهر باران، مهر پیوند، خب درخش مهر. همون چیزی که در دل پیدا میشد سرچشمش مهر است. بله. و همین من کوشش کردم که مجموعه با نام سرآغازشون با نام مهر ایجاد کنم. یعنی اون دانه های مهری که روی اوراق سفید به کار آورده البته خب با مهربانی است، با مهر است، با محبت است که همگی را مهرباران نام کرده. بله بله. شدم زارت بدی دارد بیا یک بار پدر جانم ندیدی روزی خورسندی بیا یک بار پدر جانم شدم زارت بدی دارد بیا یک بار پدر جانم ندیدی راحتی دنیا بیا یک بار پدر جانم پدر جانم نوری چشمانم بیا یک بار پدر جانم پدر جانم نوری چشمانم کجا رفتی پدر جانم جدا گشتی زی فرزندان زی خشویا رو پیوندان جدا گشتی زی فرزندان زی خشویا رو پیوندان تو خون کردی دلی مایان بیا یک بار پدر جانم پدر جانم نوری چشمانم بیا یک بار پدر جانم پدر جانم نوری چشمانم کجا رفتی پدر جانم چرا آیم بزاگاهم نمی آیی و پشوازم چرا آیم بزاگاهم نمی آیی و دیدارم بکی گویم این دردم کجا رفتی پدر جانم بکی گویم این دردم بیا یک بار
پدر جانم پدر جانم نوری چشمانم کجا رفتی پدر جانم پدر جانم نوری چشمانم بیا یک بار پدر جانم بیا یک بار پدر جانم سلامت باشید. تشکر زیاد. ارکین اودینایف میگفتید که چگونه ایده موضوع سرود خواندن در وصف پدر پیدا شد، چون کم هنرمندان در وصف پدر ترانه می‌سرایند. وقتی که در کنسرت بودیم و در شهر مسکو برای کنسرت رفته بودیم، بعد از کنسرت به یک جای خیلی نشستیم، همین آهنگ همونجا پیدا شد. من با همراه خود اسباب رو بردگی بودم. بعد همین ترانه پدر راستی گپ همین تصادفاً پیدا شد. همین آهنگ باز اومدیم با قطعی بچه‌ها کار کردیم، بسیار چیزی خوشرو برای ما. بله. چون همه ساله طوری که می‌بینیم مرکین اودینایف چی در آغاز سال چی در انجام سال برای مخلصانش کنسرت ها برپا میکند. چگونه هست امسال هست ترانه های نوین که پیشنهاد بسازید در کنسرت نو به مخلصانتان به هموطنان؟ هر 6 مارس برای مخلصان من کنسرت نو پیشنهاد میکنم. نصیب باشد کنسرت زنده ماندنی هستیم، همه زنده میشد. زیاده از 20 ترانه های نو است. بسیار خوب. خب استاد آذرعارف، شما گفتید که در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی فعالیت میکنم. امروز تعلیم به نسل جوان چگونه است؟ امروز چگونه میخواهید که همچون شاعر، همچون آموزگار، همچون یک فرد جامعه سهمگذار باشه در تعلیم درست نسل جوان؟ کتابخانه‌های فراخ پر از کتاب، طریق شبکه‌های اینترنتی، همه آن موضوع آن موادهایی که به دانشجویان ضرور است همش بسیار خوب مهیا کرده گشت و همین خاطر خوشبختانه یک سطح عالی برای دانشجویان. فقط دانشجویان کوشش کنند که نغز خوانند، چون که آینده ملت این دانش و سواد است. بله. اگر دانش و سواد نباشد ما آینده ما دولت و ملت تصور کردن نمیتوانیم. بسیار خوب. نسل جوان توجهشان به شعر و شاعری، به ادبیات امروزها چگونه شده است؟ امروزها خوشبختانه بسیار نقص طوری که ما دیده استودیم با ابتکار پیشوای ملت که آزمون تاجیکستان وطن عزیز و فروغ صبح دانای کتاب است. این آزمون ها جوانان نورسان با آن روانه می‌سازد که بیشتر جوانان ما آموزند، کتاب خوانی کنند، شعر از یاد کنند. خب هم از گذشتگان هم شاعران معاصر تاجیک باید باخبر باشند. چون ما در یک وطن بسیار هم آسوده و آباد و سرسبز و خرم با نام تاجیکستان بیشتاسا زندگی میکنیم و امید میبندیم که همیشه آفتاب بالای سر این ملت درخشان باشد، تاجیکستان آباد باشد، همیشه برای همدیگر با تبسم با مهر بنگریم و بخندیم. و تأثیر این همه زیبایی ها به ایجاد شما چگونه است؟ شکرانه میکنیم که امروز تاجیکستان صاحب استقلال ما تنج و امن و امان است. در تاجیکستان آبادی و سازندگی ها بسیار خوب مشاهده کرده می شود. اینچنین حیات و زندگی مردم ما روز در روز خوب شده ایستاده است. این همش خوشبختی، این همش بردباری، این همش بختی ملت تاجیک است. بله. اساسش که تنجه امانی است. بله. سلامت باشید. تشکر. خوب ارکین اودینایف، ترانه سوم رو می‌سراید. این ترانه چی نام دارد؟ چگونه آهنگ بندی شده است؟ مال کی است؟ این مال جمشید محکمپور است. با گفت استاد خیلی که شکرانه باید کرد گفتن با همان مضمون. امیخل اگر شد میخونه. خب عزیزان دل، پس همیشه باید که آیت شکرانه بر لب داشته باشیم از این همه زیبایی ها، از این همه آبادی ها، از این همه موفقیت هایی که بالای سر این ملت صاحب تمدن است. ترانه سوم هدیه شما در شام زیبای زندگی از برنامه فضا از منبر تلویزیونی فرهنگی سفینه. مرحمت.
شکستی زندگی قالب ندارد، شکستی زندگی قالب ندارد، دل افگار خنده بر لب ندارد. دلی غم دیده روز و شب ندارد، که این دنیا کرای گب ندارد. دلی غم دیده روز و شب ندارد، که این دنیا کرای گم ندارد، که این دنیا کرای گم ندارد. با قدری یک دیگر باید رسیم و زمان زنده مون دست رسیم و با قدری یک دیگر باید رسیم و زمان زنده مون دست رسیم و همه در قلبی خاک پیش و پسیم و که این دنیا کرای گب ندارد، که این دنیا کرای گب ندارد. بیاید یک دیگر را دوست داریم، چرا از یک دیگر به اعتباریم، برای یک دیگر جان را سپاریم، که این دنیا کرای گب ندارد. برای یک دیگر جان را سپاریم، که این دنیا کرای گب ندارد. الا یاران پشیمانی چی لازم، الا دوستان پشیمانی چی لازم، زی هم پیوسته دلمانی چی لازم، پس از مرگ مرثیه خانی چی لازم، که این دنیا کرای گم ندارد. پس از مرگ مرثیه خانی چی لازم، که این دنیا کرای گم ندارد. با یک میجگان زدن ما پیر گردیم، زی وقتی پیری ما دلگیر گردیم، زی جانی فصل پیری سیر گردیم، که این دنیا کرای گم ندارد. بیخوان محکم توری از قسمتی شور، بیخوان از دردی کرو غربتی کور، که فردا می روی بر داخلی گور، که این دنیا کرای گم ندارد، که این دنیا کرای گم ندارد. آفرین، بسیار زیبا، بسیار بلند مضمون. تشکر. خب از دنیای هنر حرف زنید که چی دنیا است و چی بخشید برای شما و چی دریافتید از این دنیای پر تلاطم، پر شوق، پر از انرژی. از برای دنیای هنر گویم، من از هنری انتخاب کرده خودم خیلی خرسند هستم، پشیمان نیستم، چون هنری من رو با دوری هم برد، من با دوشنبه شهر آورد، به پایتخت آورد، صاحب همه چیز شدم. این همش از پشت هنری خودم بود. پس چگونه باید قدر کرد هنر را؟ همین استاد جوربک مرادوف میگفتن که همین صحنه میبره، صحنه گفتن جای مقدس است. باید که هر یک هنرمند، هر یک صنعتکار باید که قدری همین
صحنه برآمده نشد، ایجادی بلند کند، موسیقی خوب کند که با دل دیده مردم جا شود. بسیار خوب. چی تدبیرهای نوین دارید؟ باز چگونه میخواهید که در ایجادتان رنگینی ها پیدا شود؟ چگونه میخواهید در راه هنرتان نوگانی ها باشد تا مخلصانتان، تا مردمی که شما را گوش میکند میشنود حلاوت بردارد و احسن آفرین خواند؟ ما حاضر با همراه بچه ها کار کردیم، با همراه مطربان کار کردیم، حرکت کردیم که یک نوگانی کنیم که هم بسیاری ها به من سوال میتونن یرکین جان تو برای چی مثال اشاق سمرقند نمیخونی، یگان مقام نمیخونی؟ من میگم که راستیگه ولی من نو آموخته شده مقام، من کوچه مقام گذشتگی نیستم راستیگه. باید که همین مقام قطعی همین استفاده گفتیم یک سینتز کرده، خوشرو کرده، همین خیلی نیت داریم که یک نوگانی های نو کنیم تو همین 6 مارت. این کنسرت یکم بار با همین شغل تاجیکستان بعد پیشنهاد میشد. بعد نیت داریم که موافق طلب مخلصان ازبکستان همین تاشکند به یک کنسرت با همین برنامه در شهر تاشکند همین کنسرت برگزار کنیم. بسیار خوب. ما برای شما برای اقبال و مظفریت می‌خواهیم. صحتمند باشید. خب استاد آذر عارف، شما هم چند مصرع دیگر بخوانید. خب آیسته آیسته ما هم به سوی انجام رفته ایستادیم. خب چطوره که استاد ترسونزاده فرمودن، اگر گویند که خلق تاجیک طبیعتا شاعر است، هیچ مبالغه نخواهیم کرد. در حقیقت مردم شریف تاجیکستان ما قریب همه سخندان و شعرگو هستند. بله. چون که شعر و سخن از همون گهواره که وقتی که مادر تاجیک الله میگفت همون گهواره آغاز می‌یابد و موفق شدن هر یک قلمکش، هر یک ایجادکار، هر یک شاعر و نویسنده از آن است که کوشش کند که ایجادیات و فهمو باشد. بله. به درد مردم. به درد مردم خورد درد مردم را و دیگر آنچه که بسیار ساده باشد که به همان زبان مردم موافقت کند. بله. چون ما به انجام برنامه این شامینه همان رسیدیم، من بار دیگر مطربان و آوازخوان ارکین اودینایف و شاعر آذر عارف را به برنامه فضا خوش آمدید میگویم. خب بیننده های عزیز، به شما هم ما سپاس گرم میگوییم برای آنه که برنامه ما را تماشا کردید. همیشه خانه‌تان پر از گندم باشد، زندگیتان پر از روشنایی باشد، همیشه با همدیگر محبت و دوستداری و احترام داشته باشیم، زیرا این اساس زندگی است. عزیزان، رسیدیم به فرجام برنامه این شامینه. با تمنای آنه که آخرین صحبت سر این سفره با ما و با شما نباشد. یک ترانه دیگر در انجام ارکین اودینایف می سراید. صحتمند، سرفراز و خوشبخت و خوشروز بمانید. مرحمت. دوستان جانی بی درم درد زند بیا، به بال و پر می پرم درد زند بیا. دوستان جانی بی درم درد زند بیا، به بال و پر می پرم درد زند بیا. گرد و غباری راهی تو با میشه برگیرم، گرد و غباری راهی تو با میشه برگیرم. در پیش پاک فدا سرم دردت زند بیا، در پیش پاک فدا سرم دردت زند بیا. دردت زند بیا، دردت زند بیا، دردت زند بیا. دردت زند بیا، دردت زند بیا، دردت زند بیا.
سرد از دماغ خاطرم به گرمی رخت از چهره نفس گیرم دردت زند بیا ای قبلگاه مردی حق ای زور و بازویم ای اعتماد تو باورم دردت زند بیا ای قبلگاه مردی حق ای زور و بازویم ای اعتماد تو باورم دردت زند بیا 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 ای مرا ای نور و ماه و اخترم دردت زند بیا ای خواهر کی چهرت مانندی مادرم ای خواهر کی چهرت مانندی مادرم ای حسن روی مادرم دردت زند بیا ای حسن روی مادرم دردت زند بیا 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 کمانده مهری دادری ای غافلی پدر کمانده مهری دادری ای غافلی پدر کمانده ایم برادرم دردت زند بیا کمانده ایم برادرم دردت زند بیا کیها نشسته انتظار پزمانی روی دوست کیها نشسته انتظار پزمانی روی دوست جامه بیزن و ساغرم دردت زند بیا جامه بیزن و ساغرم دردت زند بیا 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 دردت زند بیا